را وایسادین دست به کار شید. ماشاءالله. این چه کاریه من نمیفهمم؟ خودت انداختی وسط. من الان 1 ساله دارم به همتون میگم ما میتوانیم. برای گنده کاریت رفتی شیرینی من گرفتی آوردی. تو تنها آدمی هستی که من میگم به فکر مملکتش نیست. چطور تا میگن جمعیت باید زیاد هم اول تو این شهربانو باید دست به کار بشی. بچه خیلی باحاله، بعد یارانه هم داره. ای والله قزنفر ما میتوانیم. با قزنفر شرابه کردین دیگه از این غلطا نکنید. با قزنفر از همون اولی شرط بیک کرده بودین دیگه از این غلطا نکنید. یه بچه داشتیم چه خوب شد. هم برا ما خوب بود هم برا پیشرفت مملکت. من سوزت رو ببینم. یا الله. طلو در همسایه زشته. الان باید به فکر نوه و نتیجه باشید شما. خدا راضی، رئیس جمهور مملکت راضی، زنم ناراضی. جواب عروسا چی بدم؟ این دور بلا به سر من زنم جان خجالت نکن. صورتت عوض شده. آره تغییر که این بندی چیزی نداشت. من؟ آره مامان جون شبیه زنه حامله شدی. آقا کی میخواد خواهر شوهرداری کنه؟ اینه. آقا چه کاری بود شما کردی آقا جون؟ به خدا از شما گذشت. حلال کن هزار کن یعنی چی؟ الان وقت این کارا. دور از جان دست و پات مشکنم دیگه راه هم رفته نمیتوانی. نمیتوان.